استاد جان مسئله دیم مسئله همی ریش موندن در مثال بعضی از اگر دیده باشیم بسیار همی جوانان ریش میمونن اینی برای ریش اکچولی پستک میمونن و قسمت پیش ریش یعنی فوق میگیم گفت فوکا درسترک باز هم بچه ها هم خیلی مهندسی کو هم خیلی اجازت هسته یا نه استاد؟ یعنی اصلا باید برابر باشد، بلند و پست و باریک کردن مثل قلم بر این ریش موندن اینا نادرست است. ریش همین جاغ پایان، استخوانی که در پایان چهره هست و تا همینجا همش ریش است، یعنی موضع ریش رو تراشتن ممکن نیست و اصلا یعنی ریش هم باید پره باشد. ریشی که ثواب عظیم دارد و ریشی پره هست. کسی ریشه به خاطر فسانگری به خاطر جمال میموند اونا ثواب نمیگیرند، چون ریش واقعا زینت است. حضرت عایشه اونا دختر هستند، زن هستند. زنها از نگاهی بینیش زنها، من از زنهای کافرای هم پرسید، من در اینترنت ها هست میپرسند مردی ریشدار بود تو معقول است یا بیریش، همش میگوید که ریشدار. و حضرت عایشه میگن که سبحان الذی جمل الرجال باللحى، پاک است اللهی که مردها رو با ریش زینت داد. مردها مثل زنها طلای و دستبانه های طلایین و کسمتی که هیچی نمیکنن، همین ریش بس است برای آنها. سبحان الذی جمل الرجال باللحى، پاک است اللهی که مردها را با ریش زینت داد. خب این ریشه مثلا بعضی آرتیستو ببینید بعضی آدمای بی‌دین هم میموند. برای چی میموند؟ برای اصلا تراشیدن ریش از نگاهی طب هم ضرر دارد، هم به مردی هم به دیگر اعضاها ضرر دارد. تراشیدن ریش هر گناه ضرر دارد اصلا، از جمله تراشیدن. وقتی که عملی صالح، ریش ماندن عملی صالح است، لیکن همه وقت قبول میشد که به خاطر دین باشد، به خاطر الله باشد. الله تعالی ما را امر کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما امر کرده. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها و کافرها همه ریش داشتند. کسی که جنسی مرد بود و ریش داشت، برای اینکه ریش تراشیدن این اصلا تشبه به زنها هست، خود را مانند کردن به زنهایی که الله تعالی به آنها ریش نداده. بنابراین در نزد 4 مذهب خاصتا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تراشیدن ریش حرام است. والله تعالی اعلم.